الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. مثلا جماعت الحمدلله با خداوند شکری بیادت انشاءالله ما شما امروز در روز مبارک حج المساکین الله سبحانه و تعالی انشاءالله دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. بسیار با الله سبحانه و تعالی انشاءالله شکر گزار باشیم. الله سبحانه و تعالی در این هفته که طاعت عبادت ما و شما را خداوند به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند و در این دنیا هم و در آخرت هم الله سبحانه و تعالی ما و شما را شرمنده مگرداند. و الله سبحانه و تعالی بندم گوید انشاءالله ما و شما را انشاءالله از ما و شما الله سبحانه و تعالی راضی باشد. انشاءالله سعادت دو دنیا ما شما میرسیم. صحبت گذشته ما درباره انشاءالله حج کردن بود. امروز صحبت ما درباره انشاءالله ذبح کردنی بابای ابراهیم انشاءالله فرزند خودش حضرت اسماعیل علیه السلام قصه باشه هم انشاءالله و شما خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنیم هم صحبت میشیم انشاءالله. خدا سبحانه و تعالی در سوره انشاءالله صافات از آیت 99 کشیده خدا خواهد چندین آیت خوندن. الله سبحانه و تعالی درباره خدا خواهد اسماعیل ذبح کردنش الله سبحانه و تعالی بیان کرده. اگر میتونه شما خدا خواهد بازم به قرآن انشاءالله مراجعت کردین انشاءالله کرده و انشاءالله اخبارات تام کل از الله سبحانه و تعالی و از پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله باید که ما شما خبردار بشیم. البته در اسلام خدا خواهد 12 تا واجبات اسلام دارد. یکیش قربانی کردن واجب است. 12 تا خدا خواهد واجبات اسلام، یک تاش یعنی قربانی کردن انشاءالله خدا خواهد در این دهه ذوالحجه واجب است. الله سبحانه و تعالی و پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم طبق اگر آیت گیریمش فرضه. چون خدا سبحانه و تعالی سوره کوثر نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدا میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم البته ما برای تو چی دادیم؟ حوض کوثر داریم انشاءالله خدا خواهد مخصوص یک حوض یک آب برای که پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم. دویم آیات فصلی لربک وانحر، بس بر سوی پروردگار نماز خون بعد از لی شتر قربانی کن، فرمانی الله سبحانه و تعالی. لیکن در مذهب ما و شما این چیز خدا خواهد واجبه، یعنی قربانی کردن انشاءالله واجبات خدا خواهد اسلامه. این شانئک هو الابتر، البته دشمنای تو گفت خدا سبحانه و تعالی و یا دنبریده هستن، تو دنبریده نیستی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزنداش خدا خواهد بچه‌هاش ابراهیم و طاهر و قاسم وفات میکنند، مردم مشرکای عرب طعنه میزنن که اکنون محمد علیه السلام بعدی وفاتش نام و نشانش نمیمونه، اکنون مرد تمام. رسول الله صلی الله علیه و خجالت شد، چون که البته بچه این چی است؟ دوام دهنده انشاءالله نسلی چی است؟ خدا خواهد انشاءالله انسان است، بچه و دختر. اینم با بچه ها خدا خواهد انشاءالله، چون که نسبت دختر با چی دارد؟ فضیلت ها دارد انشاءالله خدا خواهد. من رسول الله صلی الله علیه و هر سه بچه شو در کودک شمردگی هستند. وقتی که این طعنه زدن الله سبحانه و تعالی به خاطر محمد خاطرش این سوره مبارکه افسون که البته محمد تو دلگیر نشو، من تو انشاءالله خدا خواهد الله در مخصوص حوض کوثر دادم. روز قیامت امتات خدا خواهد ای آب سیراب میگردونن، بشینن در 4 برج حوض کوثر،
آبدیم بر ما یارانی پیغمبر. یعنی ابوبکر، عمر و عثمان و علی 4 گوشش نشسته چیکار میکنن؟ امت را خدا خواهد آب میدین. و خدا امرش کرد که نماز خون، بعد از نماز انشاءالله قربانی کن. این مقصد نماز عید انشاءالله خدا خواهد. من شما نماز عید میخونیم، بعد عید نماز تمام کردن چیکار میکنیم؟ الحمدلله رفته همون چیکار میکنیم؟ قربانی ها خدا خواهد ادامه میدیم. و البته دشمنانی تو دنبریده است، تو دنبریده نیستی. گفت خدا گفت من تا همه جان در نام تا ذکر کردیم. من به نام محمد صلی الله علیه و سلم یگان انشاءالله خدا خواهد ذکری خدا نیست. من گفت من در بالای تاک عرش نیستد موندم لا اله الا الله محمد رسول الله. درست گویی که الله هست در عقبش از محمد صلی الله علیه و سلم است. حتی در نماز محمد داخل کرد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. نماز به نام محمد نیست. یگان خطبه نیست که به نام محمد علیه السلام باشه. همه خطبه اندر. البته که وقتی که اشهد ان لا اله الا الله اومد، اشهد ان محمد رسول الله دارد یا نمی اذان ببینید اشهد ان محمد رسول الله رسمی. خودی که در قرآن هم الله سبحانه و تعالی به نام محمد الله هدا یک سوره محمد صلی الله علیه و سلم نامش کتین سوره فرستاد خدا سبحانه و تعالی. ببینید بلکه ما و شما هم هر روز خدا خواهد در قلب‌های ما و شما نامی که است محمد انشاءالله صلی الله علیه و سلم است. الحمدلله. گفت دلگیر نشو. گفت من تو همه جان در نام تا در بلندترین کل حتی دعا میکنی اگر در دعا صلوات نگوی قبول نمیشود. اگر فرمان خدا را بکنی و فرمان محمد را نکنی نماز قبول نمیشود. ببینید همه جان در محمد علیه السلام و الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ پیغمبر نازنین ذکر کرد انشاءالله خدا خواهد. همین معصومی هست قربانی از خودی کی موندگی است؟ از بابای ابراهیم موندگی. الحمدلله. حضرت بابای ابراهیم انشاءالله خدا خواهد پدر ملت حساب میشن در اسلام. پدر ملت گفته 10 سنت از بابای ابراهیم با ما یادگاری موندگی. همین بابای ابراهیم خدا خواهد انشاءالله بینن که سبب گفتن همین یعنی کتاب من دولت الناصحین ده سبب انشاءالله خدا خواهد قربانی کردن ابراهیم چی است؟ بابای ابراهیم انشاءالله خدا خواهد بسیار انسان سخاوتمند بدید. بسیار. حتی من در اینجا ذکر کردم که با یک قربانی انشاءالله کردن شو بابای ابراهیم 1000 تا گوسفند قربانی میکنه. با یک قربانی کردن که 300 تا گاو 1000 تا شتر در راه الله سبحانه و تعالی قربانی میکردن. مردم تعجب میکردن که با ابراهیم بسیار انسان شخص سخاوتمند است. بسیار دعا میکند. با ابراهیم گفته که اگر خدا با من بچه تیاد بچه من قربانی میکنم. یعنی چونکه نظر کردن از زبانشو برفت. از ما و شما هوشیار باشیم. بعضی ها نظر داریم اگر کارم دوه خدا خواهد انشان مسجد یک گلمی سمرخند نکنم یا خدا خواهد انشان بچم اگر صحت شوه یک گاو میکشم. این نظر این واجبه. نکشی پیش الان آسی هستی. سوره انسان در خدا این بیان میکنه. سوره انسان است. خان مسلمان ها میگن کدام انسان است که وقتی که نظر میکنن وفا میکنن. یا سلام بچه ما رسید بیا خدا خواهد یک کمبگان 10 خطا کرده میکنفتی یا مسجد نیاردن میکنفتی یا یک کمبگان نمیگی اگر او چیز اجرا شد نکنید آسی هستی پیشی الله. این واجب نظر واجب است. همین با ابراهیم هم نظر کرد اگر خداوند اگر بچه می داشتم بچه من قربانی میکردم. دهه مگه ذوالحجه بود. دهه ذوالحجه 8 روم یوم الترویه میگن شریعت. یوم الترویه گفتگیش
یعنی خواب دیدنی بای ابراهیم ای. بای ابراهیم وقتی که شبی هشتم خواب میرود، در خوابش الله سبحانه و تعالی امرش میکند که نظرت وفا کن. از خوابش میخیزه، هشتم روز بود. این خواب میگد رحمانی باشد یا که شیطانی باشد. با شبی دیم خواب میبیند، با در خوابش خدا امرش میکند، چون که خوابی پیغمبران وحی است. در دنیا خدا خود 224,000 زیاده پیغمبر گذشته، از آدم کشیده تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم 224,000 زیاده. همه همین بعدش رسول، بعدش نبی انتخاب میشود. بعدش در خوابش وحی قبول میکرد. خواب پیغمبران وحی الهیه. روز عرفه بود، میگه شناخت فهمید که دمک الله سبحانه و تعالی چیکار کرده، فرمان داره که چیکار کن، بچه تکون قربانی کن. نظر کردی که آخی گفتی که بچه تی وقال استعذ بالله وقال اینی ذاهب الی ربی. سوره صافات دیگه گفت که البته من روندم به سوی چی؟ پروردگارم. وقتی که زمین مقدس شام دا اومده، با ابراهیم دعا کردن ربی هب لی من الصالحین، پروردگارا از نزد خودت من دا فرزند صالح بکن. وقتا که فرزند صالح خدا هباش میکند، خدا افتاده که فبشرناهم بغلام حلیم، ما بشارت دادیم تو یک بچه خوب. وقتی که دعا کردن انشاءالله ما شما دعا میکنیم که الحمدلله اگر نه عروس شوند در اخشیدا میکنیم، یکم بخناک شوند، دیگه در آینده 1 سال بعد توی بچه خیلی میگذارم. مقصد از ازدواج چیه؟ نسل موندن است. مقصد ازدواج همین است. ازدواج مستحکمیش محکمیش زن و شوگی ریشه اساسش بچه است. دخترکه. همین بچه و دختر نباشد به حیات نفس نمیشنند. وقتی که وعده کردی گفت اگه اجرا کن. با اسماعیل بچه به دنیا آمد، نامش اسماعیل کردن، اسماعیل جان. همین اسماعیل وقتی که به یک روایت 7 ساله میگه، به یک روایت 13 ساله شد، فرمان الهی در رسید که اگه بچه برو قربانی کن. من قصه میگم قصه شد. روز نگت عرفه مادرش آجر حضرت با ابراهیم گفت، ابراهیم کیا گفت؟ اسماعیل گفت خوش رو عبادش دارم. لباسای زیبا پوشدش، موی سراش شونه کن، ما مهمانی میریم گفت. چون که مادر نسبت پدر رحمش بلند است. خلاص مادر وقتی که مصیبتی بچه میبینه فقط آبی دیده میکنن. ما شما گاه آبی دیده کنیم اگر و اینها اکثر وقت آبی دیده میکنن. بعد میگه بند گرفت، کار گرفت، طرفی خدا خود مینا جای قربانگاه این حاجی میدونن، طرفی مینا ده عرفات خدا خود روزی عرفه 8 روزی تربیه حاجی ها خدا خود اینجا گسی سرتر میکنن. خدا خود عرفات مینا همیشه رفته 5 روزی بادر میکنن. همونجا عرفات گفته که کوی عرفات کلماش عرفت گفته که شناختن. با ابراهیم شناخت که خوابی من خوابی رحمانیه، گفت شیطانی نبوده. یوم النحر میگنش روز قربانی، 10 روز قربانی کردنه. من شما نماز دیده میخونیم و چیکار میکنیم؟ انشاءالله قربانی ها بجا میاریم. اسماعیل گرفته برفت، رفته ساعت که شیطانی ملعون اومد، چون که شیطان حرکت میکنه که ما شما را عبادت بداره. چقدر حرکت میکنن، هر دقیقه نه سکونش هم غنیمت بدونه. از جمعه میگوشید یک تخته پرتو میگه کردم اگه خواره جمعه نشده یک جمعه خودی خود بسه، یا که خدا خواهدش رو نیتی خوب داشته باشی اگر نیکنیش میگه سکر. گفتی شوکی که هر شب میگویم که فردا توبه کنم، فردا شود برو فردا رو فردا کنم. انسان میگه خدا خواست سحر بی نماز و نماز میخونیم انشاءالله با سوی مسجد میره، میگه
با فردا شک بیا ولی یاشم کن هر روز دیگه بیسیم هم تکر خطرات گور نمیرفته بعد شیطانی ملعون اومد گفت که با ابراهیم گفت یکم با ابراهیم مراجعه کرد آی بچه که زیبا تبی 13 ساله اینا بی قد قامت شبی از زیباگی شبی آینا کجا کشتنی میبری گفت من فرمان الله فرمان کرد که بکش اجرا که فرمان من فرمان خدا من میکنم پیش آجر اومد میگه مادرش گفت که میدونی تو گفت برای چی ابراهیم کجا برد اسماعیل گفت با ابراهیم گفت مهمانی برفتن تو کلت کار نمیکنم گفت مهمانی کجا برفتن گفت در دستش کار گیری بنگ گیری بچه نمیکشه بودن گفت کدام گفت پدر گفت بچه کشته چون مکشته دادی که فرمان خداه هم فرمان خدا باشد جانم فدای هم خودم نامه چی میگن پیش بعد اسماعیل اومد میگن و اسماعیل میدونی تو کجا برسید پدرت همون مهمونی رفتستیم نه مهمونی نرفته ساده تو را مکشه بوده ای من در دست کرده در دست برده او کدام پدر بچه کشته چون مکشته داد که فرمانی خود جانم 100 فدای خدا بود تو که پیغمبر بدن و یا الله از ما شما اثرها پیش میشناختن محبتی که به الله داشتن خدا خواهد انشاءالله بیان همیشه فرمان خدا را کن فیکون میکردنش کن میگفت هم زواد میکردن مال گول کردن استودنش نماز خونیم چیا نشم شود روزه گیریم چیا نشاد شود خیلی سواجاب نمیکردن فرمان خدا را به جان و دل قبول نکردن رفتن به همون جای مینا ذبحگاه رفتن نه حاجی ها میدونن حاجی های یعنی حاجی نه رفته که خیلی نشان میتین عمره و حاجی فردی البته قربانی هاشون اشتراک میکنن خواهی درم پیشوی خدا خواهد خصاب خانه های این هم با اسماعیل یعنی چی قربانیش لگی جوش وقتی که رسیدن گفتن خیلی پدرتن من راضی خب فقط تستر اکی اجرا که گناهگار نشید تستر اجراش کرد اول گفت دست و پاهم بند یکم وصیتم همین دست و پاهم میبندی چون که من با مونگی کشتن نکنم جون شیرین نگه دویم گفت رو ما طرف زمین میکنی با طرفی رود نکنی که با مهر عطا و بچگی تفته با نکشتن نمونی سیم گفت لباس می احتیاط که خود نپره که مادرم نسوده بله خب گفت زمین خواب بود اسماعیل کارچه رو گرفت گفت فقط کارچه رو تیز گفت که گفت عذاب نتی گفت کارچه در دانش مون باعث میاد که گفت یک تیگه نصیحت کنم همین دست و پاچکام اکشاکی پیش خدا نخیلی مجبوری نشه مجبور آردن کرمونش کردن دست و پام اکشا کشاید وقتی گلنه در کاردش مون حرکت میکنن کارد پیشتش نگرده پیشتش پیش نگرده زور میزنه او پدر میگه همین قدر ضعیف شدی گوشتی ملایمه که بریده نمیتونی او میگه حرکت دار میگه نشده چیکار کنم با ابراهیم از جهالت میگه کارده میگه در سنگ خورا میدونی و انچه شکستن نمیتونه زدن با سنگ دو بولد میشه سنگ میبره کارده مردم کارد میگه با زبان ای ابراهیم تو یک بار بر گفته سه نه که رب العالمین 70 بار نبر گفته سه من که یک گوشه کنم گفتی تا کنمی گفتی خدا کنمی همین حالت بود میگه یک بار حضرت جبرئیل امین یک قشقار در دستش چیکار کرد میگه پیدا شد دید که عطا و بچه چیکار دارن جنجال دارن تلفاسد و حرکت دارن بعد الله اکبر الله اکبر گفت حضرت جبرئیل امین با ابراهیم سرش برداشته دید که جبرئیل امین یک گوسفند که ایستاده لا اله الا الله والله اکبر گفت چکرانه به خدا وردن با اسم سرش برداشت که این نکته دارن الله اکبر ولله الحمد گفت همین تکبیر واجب شد 5 روز خدا خواهد 23 تکبیر در نمازهای خدا خواهد روز عرفه ای بامداد 5 روز عید نماز عصر ختم میشه بعدی هر یک عقیدی فرض چیکار کرده میشه اجرا کرده میشه این تکبیر از 3 کس مونده بعد واجب شد حضرت جبرئیل گفت
بابای خداوند ابراهیم علیه السلام گفت و بابای چی گفت؟ اسماعیل علیه السلام. الحمدلله این سه اجرا کردن. به انشاءالله بدل این گوسفند خدا داد گفت که و فدینا که ای گفت ابراهیم من همین گوسفند فدای بچه ایت کردم، همین گفت قربانی که من از تو راضی شدم. حضرت ابراهیم انشاءالله بعد همونجا در گوسفند چیکار کردن؟ قربانی کردن. اگه یک اشاره می شود ما شما مسلمان ها مبادا اگر الله سبحانه و تعالی اسماعیل قربانی کردنش قبول میکرد، برای هر یک تد واجب که یک بچه زیبا ترس قربانی کنیم. من چیکار میکردی؟ از یک گوسفند میترسی تروس است، یا تا گوسفند هم تا کشتند تاخر میکرد و بانکرات میشه. این سنجش الهی شما را پول دارد. شما کروتویا الله میسنجه در یک سال یک بار کنیم، من افضلم خدا خود پولت افضله. کدام انسانی که قربانی کرده میتونه پول داره قربانی نکنی، حدیث صحیح روز قیامت به یهود و نصارا حشر میشه. حشرت زنده شدنت قطار یهود و نصارا هست. پیغمبر فرمود کدام انسانی که قربانی کرده میتونه و قربانی اجرا نکنه، مسجدی ما نزدیک نکنه. نه یک مسجدی ما گفت. من شما تونستم تا اثبات کرده بتونید چون نمیتونید. یک دخترچه را در 100 میلیون خریده است امروز یا نمی؟ یک دخترچه را 100 میلیون ده خدا خواهد. اگر گوه که من در دوبای است که خدا خواهد بای میاری ای دوبای رفته آورده توی تک زرده است، یک گوسپند خدا خواهد پسیدگی در راه خدا قربت ندارید. چه خدمت مسلمانی بچه خیلی بعد امتی خدا خواهد محمد صلی الله علیه وسلم. محمد صلی الله علیه وسلم بهترین مال شتر نمیکش. میدونی شتر چند قوزی؟ و شترهایی که خدا خواهد انشاءالله 100 میلیون میسته. محمد اجرا کرد. محمد هر سالی ما بنام امتاش هم قربانی میکرد. بنام امتاش قربانی میکرد. فهمید و دیده ما پستی ما که زمانی میشه که فقط اینو از خونه تا میدونی آدم خونه میرن صبح کم میتون ملیارد اگر زن با که خدا خواهد اینشون دوبای است که کراسکر بیار خدا خواهد 100,000 خردار میشه که اینا نمیگوی نه که الله گفته که فصلی لربک وانحر نماز بخون بعد این نماز قربانی کن. گفتی خدا ترانه که همینه مسلمانی. الحمدلله امروز کم بغل نیست. امروز ما اثبات کرده بتیم که برش کم بغل نیست. 5 سال 10 سال پیش در روی خط ما 40 تا 50 تا کم بغل ها رو ما هر ماه یاردن میکنیم. از این نیست نامده سودش کرده. مگر الحمدلله زمانات این شد خدا برکت داد. دیمک 70% مردم قربانی کنه روز بشود. نه 30% گیم که نادار 30% خدا خواهد ندارد. 70% مردم قربت داره که انشاءالله قربانی ها بجا بره. برای چی رو میکنیم؟ و یک گاو خیلی 7 کس 7 کس گردن ساکن میشه. یک گاو یک کس تا 7 کس کردن ممکن. جدا قطع دارد 300,000 میگتد، جدا قطع دارد 500,000 میگتد. 500,000 به خدا خواهد یک واجب اسلام ای گردن ساکن میشه. لیکن داشت اگر نکنی گناهگاری پیشی الله نبرد پیش خدا گناهگاری. خدا برای ما شما بیکار نقل کرد نداده شده در قرآن عظیم و شان. این قربانی کردنش برای ما شما بیکار خدا معلومات نداد که تایی که ما شوق پیدا کنیم، تایی که ما مسلمان ها الحمدلله هر سال این سه اجرا کنیم. بخونش فقط خون ریختن اعتباره عزیزی من باید باشی خدا خواهد بالکل خیرش کرد. و میانه ها باشی 3-1 خیر کرد 3-1 پختته. اگر کم بغل باشی بالکل بخورشی چی گناه نیست. با چیکار میکنه شریعت؟ با چیکار میکنه خدا خواهد اسلام چیکار میکنه؟ با خیلی با شما در توصیه ها هم گوش نمیخریه بازم. این از خدا خواهد گوشی قتل از دست سرشیده کرد. از وقت قتله هم گیجه یک جر پردگی گردن شکستگی خدا خواهد خیر نسوده 60 دلار دادن.
حلال خدا خواهد انشاءالله 20 کیلوی تو میرسد، جاش میشه 20 کیلوی 10 کیلو گیته حلال خدا خواهد آیله که خدا خواهد هم الله راضی هم یک واجبات اسلام بجا میاره خدا خواهد انشاءالله. بابا ابراهیم یک سنتی پدر ملت زنده میشه خدا خواهد انشاءالله. قربانی هر یک طورش حضرت پیامبر اسلام عایشه صدیقه من خدا خواهد جمعه دیگه در این باره صحبت میکنم. عایشه صدیقه مادر بودن که در وقتی قربانی کردن حاضر شه، همون هر یک قطعه خونه که میچکه الله گناهاتون رو مغفرت میکنه. وقتی که ای آیله میکنی آیله خدا خواهد سری همون گوسفند بیا بیست خدا خواهد من تازین وقت مونست خدا خواهد تازین چی که ذبح کردن چی کار کردن انشاءالله خدا خواهد در نمازها در صحبت ها خدا خواهد خاطر افزار میکنیم انشاءالله خدا خواهد همه بیا خدا خواهد قپیدش به جانش که بود من بده کرد نماز خون دعا که پروردگار خود از ما قبول کن همین سه خدا خواهد. برای روزی خدا ما و شما میونی مستحکم بدیم، برای مخلوق امروز بسیار تیاریم که برای خالق چی خدا خواهد بخبره. چون که اول روزی کی میستد؟ الله میستد خدا خواهد انشاءالله. بعدی روزی که مخلوق از ما مخلوق ای خالق بالا دیسته سده انشاءالله خدا خواهد. برای همین شاشه الله سبحانه و تعالی از بای ابراهیم این قربانی قبول کرد. این از دور آدم است، یاد نبرید. میدونید دوره آدم علیه السلام قربانی ها را الله اومده میسوختش. حتی با ابراهیم قربانی کردگی‌هاش میسوخت. الله اومده در میگرفت، همون که در کی گیره سوختن دیمک و الله قربانیش قبول کرد. اگر قصه حابیل و قابیل اگر خونده باشین در قرآن، حابیل قابیل کتی اکاو داده دیگه‌ش میکشن. قابیل حابیل میکشه. اذیت خوارش. کشتن بعد بحث و مناظره از پیش خواهرها میشود. یعنی خدا امر کرده بود که چون که آدم نبود هر یک بای ابراهیم بای آدم از زنش دوگونیکه بچه ساختگی دوگونیکه یک بچه یک دختر یک بچه یک دختر 40 شکمی و الان چند شکم ها با هم ریایت میکنن یک تا بچه یک تا دختر. حکم هم خیلی بود که عقیب من دختر شدگی را مثال این برادری میگیرم من او برادر خواهرش میگیرم. حکم تو یک انسان شده شده نه. قابل گفت که من خواهری خدمه میگیرم، خواهری من زیبایی گفت که نباشم قربانی کنه، قربانی که قبول شد حق اثبات میکنه. قربانی قابل خواهش نمید با غضب زیاد شد چیکار کرد بعد مجبور حضرت خدا خواهد آدم علیه السلام بچه حقش کشت. خدا خواهد کشت دوزخی شد. همه آدم کشا روز قیامت دلوی همین انسان را میخیزن روز قیامت. کسی که آدم میکشه قصدی آدم کشتن داره الله سبحانه و تعالی روز قیامت انهی خدا خواهد بدبختی انمو قابل کتی یک جایه خدا خواهد در دوزخ رو عذاب میکنه. من قربانی ما شما خدا خواهد انشاءالله یک خود اختن است خونه میرید انشاءالله خدا خواهد قربانیش که میکنه خدا خواهد انشاءالله اجرا نشود خوش مثال بخور خدا خواهد انشاءالله این جای خطاگیش نیست خدا خواهد انشاءالله لیکن فقط کردن اجرا کنید. من با ابراهیم خدا خواهد انشاءالله کرد الله قبولش کرد خدا خواهد انشاءالله تا قیامت این سنت خدا خواهد چکا میکند ادامه میتید تا قیامت خدا خواهد انشاءالله. برای همین خدا خواهد انشاءالله هر خیل سوال و هر خیل چیز نکرده ایهازی سر کن خدا خواهد انشاءالله قربان تو گفتم اون ایهازی من 28 سال خدا خواهد قربانی میشود. من امروز خدا خواهد پگاه حاجی خدا خواهد ای قشلاق ما شما سفر دارم الحمدلله خدا خواهد در آخری دعا میکنیم خدا هم این برادر را خدا خواهد حجشون قبول کند. خدا خواهد روزی دوشنبه خدا خواهد از فرمانه میپرند سمالیات کتی و مدینه منوره مکانی بهترین مکانی پاکترین الحمدلله. من یکی خدا خواهد از اینا بابای ما و شما که در خلق بسیار خدمت خلقی است بای نزدیبای الحمدلله دعاش کنید. این برادر این انسان بیکم و کوس هستن خدا خواهد ما یاد داریم در مسجد خدمت میکنن تا این روز خدا مبارکش کند تا این روز در مسجد خدمت میکنن الحمدلله بیادت شکر خدا هم انشاءالله مناسب شو میدن. هر سی حاجی که سفر میکنن الله سبحانه و تعالی حجاش بدرگاهش قبول کنه و یک مقصدی حاصل شده بر وطن گشتن الله انشاءالله مناسب اینه.
الله سبحانه و تعالی اجر و مکافات بی عدد شدید و به این برادران خداوند راه سفید میگیم و یکانه دعا میکنیم از نام همه شما ما و شما به خداوند پیغمبری بزرگوار سلام گویم و انشاءالله خداوند از نام ما و شما در کعبه خداوند انشاءالله مکرمه در بیت الله و خانه خدا در حق ما دعاگو باشم که الله همه ما و شما را سالهای بسیار بسیار همون جای مبارک از زیارت کردن شه الله مناسب بیند خداوند نیت کنین انشاءالله حاضر نیت کردنگی پول نداشته باشی هم نیت کن خدا اجرش میدهد نتانی تا دم مردن تا انشاءالله حاجی روز قیامت میخیزی پیغمبر بزرگوار حدیث صحیح شه نیت المؤمن خیر من عمله نیت مومن ای عملش نه بهتره نیت کردی خداوند انشاءالله حاضر توجی هستی اگر نبادا پول نیافتمونی عمر با آخر است الله روز قیامت پنجم حج اجرا کرده شدگی روز قیامت در محشرگاه الله حشرت میکنه انشاءالله خداوند هم تا خدا داریم خداوند انشاءالله ای حاضر نیت کردگی ای حاضر خداوند دعا کردگی که الله سبحانه و تعالی هر سال خداوند این مکانی کشاده باشه هر سال این مکان چقدر خداوند انشاءالله اولادای ما و شما اجدادان ما و شما انشاءالله خداوند زیارت کردن الله مناسب بیند خداوند انشاءالله میگیم به این خداوند هممون خداوند من برادر همینجا هستن انشاءالله مادرش نگیشته سعودیان البته خداوند یکم مدینه میرین خداوند 5 روز 3 روز اونجا مهمان هستین خداوند البته زیارت رسول الله میدونین خداوند جنت باغچه جنت داره پیشین رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله حدیثی پیغمبر است کسی که این باغ من میدراید شفاعت من در لایق میشود انشاءالله در همون مکان ما احتیاط نبروریم اما گناهگارانی بدکاری بد اخلاق در حق انشاءالله دعا کنیم الله سبحانه و تعالی گناهامون را مغفرت کند انشاءالله و در این دنیا هم در آخرت هم خوار نکند شرمنده نکند عزیزان من و بعد از خانه خدا میاییم انشاءالله در خانه خدا هم خلوت مهمان هستیم مهمانی از دست ندادم چیز و چاره نبوده فقط تا عبادت کردن گیره و غنیمته من خداوند با که در 80 قریب که در اونش یک بار رفتن دیگر میران نمیران الله میدونه که نه و یک غنیمت دو خداوند و تسبیح و گور و بلا و بدتر گفتن ندارم در کار نیست بکرش نماز خون عبادت تکش خدا خواهد شتاب کرده خداوند بیت الله مقام با مسجد نبوی شتاب کرده خداوند خورا اونجا انشاءالله وای فایدش دیگره وای برکاتش دیگره وای نزد محمد میره خداوند نزد الله میره مرکزی این نزدیکترین خداوند انشاءالله این دمار غنیمت نیست ای دست ندین انشاءالله خداوند در این دمار طاعت عبادت کردن الله مناسب بیند وقتم شده است عزیزان من انشاءالله خدا مناسب بیند خداوند در نمازها در خداوند موضوعمون درباره انشاءالله خدا خواهد فضیلتی قربانی و فضیلتی خداوند انشاءالله عید خداوند بسیار صحبت میکنیم چون وقتمون هم کم مونده است انشاءالله جمعه دیگر آن فضیلتی خداوند قربانی ها کدام مال ها کتی میشه کدام مال ها نمیشه خداوند نمریم اگر زنده باشیم خدا فرصت یاد وقتیت انشاءالله با شما عزیزان خداوند هم صحبت میشیم یک چند برادر